بینندگان عزیز، با عرض سلام در خدمتتون هستم. مهمان برنامه داریم آقای رسول. آقای رسول خوش آمدید بر برنامه ما. خدمتتون عرض کنم که خیلی ممنون که دوست داشتی بیای تو برنامه من راجع به غذای ایرانی صحبت کنیم. آقای رسول خب چهرهش آشنا هست، در تلویزیون مرکزی بوده چند بار و این بار دوست داره که راجع به فرهنگ ما، راجع به غذاهای ما صحبت کنه، راجع به زبانهای مختلف. همزمان ما هم ازش پذیرایی میکنیم با این جوس ها. We're gonna welcome you with a lot of juice and then talk about it. و do you want to say hi to سلام، حال شما خوبه؟ خب رسول، هم فارسی صحبت کنیم هم انگلیسی. اوکی باشه. خب خدمت عرض کنم که از غذاهای ایرانی چه غذایی را از همه بیشتر دوست داری؟ من همه دوست دارم. شیرینی و نون و پنیر و برنج و کباب، شیشلیک، همه. فسنجون. فسنجون هم دوست داری. خب امروز که ما به تو فسنجون نمیتونیم بدیم ولی انار داریم. آب انار رو به شما میدیم. مثلا شما در ایران بودی انار میخوری یا آمریکایی زیاد انار رو اینجا تو کالیفرنیا دارن. They don't know how to eat it. No? Right, they don't know how to squeeze it. Okay, I'm going to make a juice of pomegranate for you, different style. I don't know. Have you ever had with the skin everything all? No, okay, not you try all. today. خدمتتون عرض کنم که ما بارها گفتیم، البته آقای رسول هم فارسی میدونه. You know that in Persia, in Iran, they dye the carpet with the skin of pomegranate. How do you know that? Because I like carpets. I have carpet. Really? Yeah. Tell me, which carpet? From Tabriz? No, my carpet is from Qom. بله، خدمت عرض کنم که این انارم چقدر خوشگله. این بدم تست کنی ببینم حالا بعد از اون آب پرتقال اینو چی میگی؟ بخور جوسشو. That is tough. It's pungent, like you said. خب حالا که اینا رو خوردی خاطراتت خوب میشه، یعنی مغزت شروع میکنه به کار کردن. تحصیلاتت چیه؟ یک کتابم نوشتی راجع به ایرانی؟ بله. ببین چی بود اسم کتابت؟ این اسم داستان‌ها از زیر زمین. داستان‌هایی از زیر زمین. Underground. Right. اوکی. زیر زمین تو منزل دوست من. اونجا نوشتی. اوکی. این راجع به اون 5 سال که به ایران بودی. تجربات خودت. من تو اونجا بودم تو انقلاب 5 ماه بعد از انقلاب. یه دفعه رفتم یه تابستون وقتی که 16 سال بودم. اول دفعه رفتی ایران. این کتاب نوشتم. آخرین last chapter رفتم 2 سال پیش بعد از 30 سال. So that's the last chapter. 2008. اوکی. وقتی آدم با تو صحبت میکنه، خب چندین جلسه شما رو ما دیدیم، یه 2 جلسه هم اومدین تلویزیون اینا. خیلی مثل خود ما خاکی هستی، خیلی خودمونی هستی. بعد میدونم که دوستای ایرانی زیاد داری. یکی از دوستای خیلی خوبت آقای راشیده که دوست منم هست. خیلی پسر خوبیه. خیلی خوبه. راشید چجوری دوست شدی باهاش؟ چجوری آشنا شدی؟ مثلا 10 سال پیش یه پارتی درست کردم. بله. با 250 نفر ایرانی یا امریکایی. I hired, چی میشه؟ استخدام کردی. To sing at my party. یعنی آقای راشید رو دعوت کردی که بیاد خواننده بشه. یعنی اون مجلس بخونه. خوبم بود دیگه، خیلی گرم کرد. And I hired a dancer who danced بندری. بله بندری. خب آره. چون یه دونه آهنگ بندری هم میخونه آقای راشید. آهنگ بندری قشنگ میخونه. خب بندری رقصیدم. خیلی خوبه، خیلی خوب. شما لاوبل هستید. آره باور کن. مثلا هر کی شما رو میبینه اون موقع اومد اینجا برنامه خیلی
طرفدار پیدا کردی، خیلی دوستت دارن. و حالا وبسایتی داری که با تماس بگیرن؟ بله، بگو وبسایت تو بگو. www.zirzamin.com. خیلی ساده است. زیرزمین با two E's. شماره هم داری که اعلام کنی اگه یه موقع میخوان با تو تماس بگیرن؟ شمارت هم بگو. 408-363-1721. And that number is associated with my website. Right. And you can leave me a message and I'll call you back. I also write interviews for Persian Heritage magazine. خب حالا اینا رو ممکنه بشه نشون داد. این خانم کیه؟ Ariana Farshad. She and I have been friends since I was 17. The only thing I don't like is they I know, but Mr. Muqaddam love this person. Oh my God. This friend of mine is a writer, Sharnush Parsipur. Sharnush Parsipur. And she's probably the greatest living Iranian writer. She's written 13 books. Oh, really? So I did her interview. این چه رنگه؟ رنگا رو بگو چه رنگه؟ It's red, فارسی بگو. قرمز، سفید و سبز. رنگ پرچم ایران. پس اینو بهش میذاریم جوس پرچم. و این خب حالا این آب هندونه رو بخور با پوست. ببین چقدر خوشمزه است. این دوای درد یبوسته. به خدا. بعد خنکت میکنه. اگر کبد داغ شده خنکت میکنه. Tastes good, huh? See? آها. حالا I would never imagine such a thing. You never? To put it the whole thing. میگه تا حالا من اصلا فکرشو نمیکردم که هندونه رو اینجوری آبشو بگیریم. در برنامه طبیعت مادر در مرکزی سورپرایز زیاد میشی. خدمت عرض کنم که واقعا ما تاریخ بزرگ داریم. یعنی تاریخ تمدن ما خیلی خیلی غنیه، قویه و ما تمدن از پرژیا شروع شد. قبول کن. الان professors چی میشه؟ professor. They're starting to understand. Yeah. ما هم میگیم پروفسور. Yeah, that Persians taught the Greeks. When I went to Iran when I was 16, the boy across the street, he was 16. The brother of Ariana, and he was always hugging me and kissing me, and I was getting very uncomfortable. At the because beginning. Americans don't, you know. But in Iran, boys and girls can't touch. See? Really? So they're not in public. That's right now, not before. Well, even before. No, before. Yeah, but not very welcome, you know. But it was just funny because finally he got mad. He says, "What's wrong with you? Why don't you let me?" So this man, I had not seen him since he was 16. He drove for 3 hours in traffic to see me, and it brought his daughters that I never met, and I had 20 minutes visit before I had to leave for the airport. Can you imagine? He drove for 3 hours so he could see me 20 minutes after 30 years. Can you imagine such a thing? حالا چی فکر کردی راجع به این برنامه؟ دوست داشتی این برنامه رو؟ فکر میکنی به مردم کمک میکنه؟ چرا نه؟ بله. کمک میکنه؟ کرده 100%. دوستان عزیز در خدمتتون بودیم امروز با آقای رسول. متشکرم که بیننده این برنامه بودید و آقای رسول میتونی خداحافظی کنی؟ خداحافظ. همین؟ خوش بگذره. خوش بگذره. خب دوستان عزیز روزگار به شما خوش.